زود صبح شد. کاش امروز اسکول نباشه. امید بچم روی خوبوشی بیا صبحانه تیار است. خو نانه این مادم او نانه باش شیر آوردین. خوب خبر خوش ندارم. شیر نمیخورم ما. نانه جوراب ما کجایه؟ دراب پیدا نمیشه. بچم جوراب تو پیش بستی تو اشتم. او کجایه نانه؟ اینج نیه. اوهو ایده اینجی بوده. فقط از ما ترس مخرطه بستی پوچکی میشه. بابای زنجیر سیکل ما خطا خورده. دراو جور نمیتونم. خب بچم این مادم. این بچم جوش سیکل تو. برو بخیر که اسکول تو دیر نشونه. خب بابای ما رفتم دیگه. خداحافظ. آیسته برو بچم. احتیاط کن و گوجای خود خود نزنی. سلام سلام. اوه استاد نشین. بشین. احترام از ما استاد شدین. نان تو خوب بزرگ هستی. باید درای تستش نی. خب برو اسکول که دیر نشونه. چیز آورده ابراز برای خورده؟ من خود تخم میاو جوشی آوردم. برای از مخ نانیم چیپس اشته. ما خوب پرکی آوردم. باین کمک باز کنی. ما خبرم شما خورده نمیتونین. ما قشم کمک منم. تو کاش کمک کنی. تو یک کرتا پس تمام شی جمعونی. تو چیز آورده برای خوردو؟ ما هیچ چیز نوردم. صبحانه نخوردم. امید بیرار صبحانه چرا نخورده؟ چیز بگو ماده برار. من نانیم دغم مهید نیه. هر روز صبحانه شیر میره. من خوش ندارم از اون. امید بیرار اوتر نگی خوب نیه. خبری مور نانیم چقدر خوش داره؟ واس خاطر از ما چقدر تکلیف میکشونه؟ هادی برار راست میگه. از ما اگر نانیم نباشه ما یک جوراق پیدا نمیتونم. از ما امروز بابی ما زنجیر سیکل ما جور کرد. اگر نم بود بابی ما هیچ نمیتونستم. امید نه تفین استادم نبیتو. آها ما یک جوش نکدم. این نانیم که اشته. تو نانی چی خز دغم تسته؟ برای تو نانشته منی بیکتو. راست میگه امید. خبری مادر پدر از ما مور چقدر خوش داره که اونا پورا زندگی قربان از ما مونه. بیچاره مادر ما همیشه صبح تا شب کار مونه. نان برای ما جور مونه. کالای ما مشیه. خیال ما میله. چرا که مور خوش داره؟ آن دیگه و بابی ما بیچاره صبح طرف کار مونه مهنت میشه تا که هر چیز در کار مسته برای ما بایره. برای ما کالا میخره. فیس اسکول موری میتیه. و چقدر مور خوش داره. هادی برار خبرین ما در مجلس محرم شنیدم که عالم از رسول خدا نقل کرد که خداوند وقت از ما راضی میشه که والدین از ما راضی باشه. اگر والدین از ما راضی نباشه خداوند هم از ما راضی نیه. امید بیرار مادر و پدر اون نعمت خداست برای از ما که از خاطر از ما اونا هر رقم سختی رو میکشه. همزو خاطر برای از ما لازم است که والدین خود احترام شکنی و اگر به زونا را گوش کنی. در قرآن هم خداوند گفته که مادر و پدر خو حتی اف نگز رایشی و قد از اونا در خوشکلامی و خوب طریقه گپ بگی. ما خوزی بعد در واپسی خانه رفتم. نانه قد بابی خور سلام کده دستای شیرماچی اونم و خود مسامنای خورچم مونم. ما هم از رای خوب برای نانه قد بابی خگو چیز توفه مبرم. ما هم از بعد هر کبی مادر پدر خو گوش منم هر کار که اونا گفت منم. راست میگم تمام شم. ما امروز خانه رفتم. نانی خو سلام کده دست شماچو کده بخشش میخوایم از خاطر صبح. و دیگه قد آواز بلند قد از اونا گپ نمیزنم و هر چیز پخته کده بود برای ما بخورم. آفرین تمام شما دوستا. بچه های خوب شما هم والدین خود احترام شکنین و همیشه گپ از اونا رو گوش کنین و تشکر از تمامیم شم که ما رو توخ مونین. تا دیگه دفعه خدا حافظ. زندگی نوربند و آسوتر شدن شیرا داره. زندگی نوربند و آسوتر شدن شیرا داره. شاو هرچند کی دراز باشه از خصوبا داره. شاو هرچند کی دراز باشه از خصوبا داره. زندگی نوربند و آسوتر شدن شیرا داره. زندگی نوربند و آسوتر شدن شیرا داره. فیض ببری از کتاب و علم و دانش.